یک زن نمازخون سیاه پوسته، به حیایی به آدابی، شوهرش حرمت میکند، عائله را آباد کرده است، با بچت ساخته است، دخترک کرده است، خانت نان و مهمان را جواب میگوید، به آداب و کوچگرد نیست. بهتر است از زنی ماهروی سفید پوستی بی ادب، بی ادب، بی دین و بی دیانت. شما این را فکر بکنید. برای می رسول الله گفتن خیرو لنطفکرو لنطفکرو، تو اختیار کنید برای نطفه و قطره آب، تو شما خوب جستجو کنید و اختیار کنید. هر کی را دیدی در کوچه نگیر بیارش، کی گویا بعضی را میاری قطیش ملائکه میآیه، بعضی را میاریش قطیش شیطان میآیه، بعضی کلین را میارن که او خونه